سلام دوستان عزیز، من ابوالفضل گیم پلسم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا ما تو این ویدیو میخوام آموزش شاتگان آموزش گلد کردن شاتگان. یعنی چی؟ یعنی آموزش، یعنی که شاتگان چجوری مثلا میتونیم طلایی کنیم، بله، دایموندش کنیم، بعد دایموندش کنیم، بعدش هم کریستالیش کنیم. آره بچه ها، مثلا این شاتگانی که من الان دارم گلده و دایمونده، نمیشه الان چیز کنم. خب بریم برای نگاه بیوای هم که نیستش، مثلا این تو بریم. آره نکن، مثلا بهتون میگن گلدش چجوری مثلا میشه گلدش کرد. میگه 300 تا انمی بزن تو هر مچ، 50 تا انمی رو چیز بزنید، کلا با هیت فایر بزنید تو هر مچ. یعنی میگه که 50 تا انمی رو با هیت فایر بزنید، بعد 30 تا انمی رو بزنید. یعنی که 30 تا انمی رو، یعنی نه ببخشید بچه ها، 2 تا انمی رو بزنید. خب 30 بار اینو کار کنید، 30 بار اینو چیز بود تکرار کنید. بله 2 تا انمی بزنید. خب بعد مردید، بعد دوباره 2 تا انمی بزنید، یویی پر میشه. خب من 10 تاشو زدم. 200 تا انمی رو با 5 آتشمن بزنید. بله 40 تا انمی رو هدشات، 80 تا انمی رو بدون آتشمن بزنید. بله یعنی که آتشمن دار شدن. خب بریم برای این دایموند. آقا دایموند میگه 120 تا انمی، یعنی گفتن که 120 تا مولتی برید تو هر مچ که میرید، تو هر مچ که میرید باید 10 تا کیل بگیرید. بله این هم مثل اسنایپر. این هم میگه همه شاتگان ها رو باز کنید، گلدش کنید همه شاتگان ها. این هم که همه تفنگ. خب میگه 6 دست برو 12 تا کیل بگیر. یعنی میگه که این کریستالی یه رنگ کریستالیشه. خب میگه 6 دست تو مود هار برید، همون که میدونیم مود هار چیه دیگه. تو مود هار برید و تو هر دست که میرید باید 12 تا کیل با این بگیرید. ولی یه دونش انجام دادیم و یه دونش 5 تا دیگه باید دست دیگه برید. بله بچه‌ها، آقا این هم از این آموزش. ممنونم که این ویدیو رو لایک میکنید. بعد اگه از این ویدیو خوشت اومد ویدیو لایک، اگه از این ویدیو خوشت نیومد ساب کنید. مرسی، ممنون. خدا نگهدار.